سروران عزیز و بزرگوار، اقبال چقدر زیبا میفرمایه: نه افغان و نه ترک و نه تتاریم، چمنزاریم و از یک شاخ ساریم، تمیز و رنگ و بو بر ما حرام است. حرامه که بگیم تو از فلان منطقه ما از فلان منطقه، تو از فلان لسان ما از فلان لسان، حرام است. نه افغان و نه ترک و نه تتاریم، چمنزاریم و از یک شاخ ساریم، تمیز و رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. با زبان اردو اقبال میگه: چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جهان همارا. هر جای مسلمان هست برادر من و توست، هر جا زنی بی حجاب میشه او خواهر من و توست، هر جا که خواهر مسلمان بی عزت و بی عفت بشه او خواهر من و توست، هر جایی که غمی برای مسلمان میرسه او غم من و توست، هر جا که شادی برای مسلمان میرسه او شادی من و توست. در اطراف رسول خدا صهیب از روم است، بلال از حبشه هست، سلمان از فارس است، ابوبکر از مکه هست، سعد ابن معاذ از مدینه هست. ولی کاکای رسول الله که در خط اسلام نمی آید: تبت یدا ابی لهب و تب. برو کنار، نمادی در خط اسلام، نیامدی زیر چتر اسلام، برو کنار. سلمان و منا، سلمان از ما هست، یک عجم، یک فارس نشین، ولی عرب اصیل میگه برو کنار. تبت یدا ابی لهب و تب. عبدالله ابن ابی ابن سلول در مکتب اسلام درست تربیه نشد. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم. اما ارتباط به حضرت صهیب و حضرت بلال چقدر قرآن زیبا میگه که اینها همه انما المؤمنون اخوه. بلالی که هیچ کس با او قضا نمیخورد، بلالی که هیچ کس او را به دسترخوان راه نمیداد، بلالی که هیچ کس با او صحبت نمیکرد. رسول الله میگه: نرحنا یا بلال، بلند شوی بلال، ما را خوشحال بساز. بلال رئیس مؤذنین میشه. شب معراج رسول الله با امرای جبرائیل صدای خشخش به گوش رسول الله میرسه. ای جبرائیل، این صدا چیزی را نمیبینم. جبرائیل میگه: این صدا صدای پای بلال هست. یک غلام حبشی جایگاه پیدا میکنه، ولی ارتباط به